سلام، خوش اومدید به امی فشن. من امیم. اینجا هر هفته ویدیوهای جذاب و جالبی راجع به فشن براتون به اشتراک میذارم. این ویدیو میخوایم راجع به اکسسوری هایی که استایل هر خانمی رو تکمیل میکنه و هر خانمی لازمه داشته باشه صحبت کنیم. با داشتن یک کیف قشنگ و کاربردی هم میتونی استایلتو تکمیل کنی، هم وسایلاتو توش بذاری. کیف های قهوه‌ای و مشکی کلاسیک همیشه کاربردی و میتونید استفاده کنید. ساعت ها نه تنها یک وسیله کاربردی بلکه میتونید به عنوان یک اکسسوری شیک و زیبا ازش استفاده. مدل های مینیمال و کلاسیک با هر استایلی ست میشن و به راحتی میتونید استفاده کنید. دستبندهای ظریف، گردنبندهای ساده و گوشواره ها از اکسسوری هایی هستن که استایلتون رو یه لول بالاتر میبرن. جواهرات رنگ طلایی یا نقره‌ای با طراحی‌های ساده و مدرن از انتخاب‌هایی هستن که همیشه میتونید ازشون استفاده کنید و خیلی زیبا و شیک میکنن استایلتون رو. عینک آفتابی هم که همه میدونیم علاوه بر این که از چشامون محافظت میکنه و استایلمون یه جلوه دیگه‌ای میده، یه جوری خاص میکنه استایلمون رو. عینک ها فرم های مختلفی دارن، مربعی، گرد، گربه، انواع مختلفی دارن. اون عینکی که به فرم صورتتون میاد رو انتخاب کنید و استفادهش کنید. واسه اینکه استایلتون یه لول دیگه بالاتر بره، از کمربندهای مناسب فرم بدنتون و رنگ‌هایی که مناسب با رنگ لباساتون هست استفاده کنید. کفش رو که دیگه هممون استفاده میکنیم خواه ناخواه، ولی اینکه کفش مناسب با موقعیتی که داریم میریم باشه و رنگش با کل استایلمون در تناسب باشه خیلی مهمه. به این نکته دقت کنید. این مورد اصلا ضروری نیست، ولی خب میتونید گاهی بهش توجه کنید، گاهی تو استایلمون باشه، هیچ ایرادی نداره. یک اکسسوری خاص هست، میتونید تو موقعیت‌های خاص استفاده کنید. مرسی که تا اینجا همراه من بودی. اگه این ویدیو رو دوست داشتی لایکش کن و اگه به موضوع فشن علاقه‌مندی حتما کانال رو سابسکرایب کن و زنگوله رو روشن کن. تا ویدیوی دیگه، خدافظ.